من میخوام بگم نمیترسم از این اسم دیگه. این خاله خدا پدر بیامرز من میره میگه من اون موقع ها ماتیک داشتم. پدر پریا از در اومد تو گذاشت تو گوش من تا جیغ زدم جوراباشو در آورد کرد تو دهن من، با یه پارچه دهنمو بس، عادتم داشت سری دستمو از پشت میبست، دستای منو بس، اینجوری نشستم روی زمین که ازم اعتراف بگیره. حالا فکر کنید اون جوراب، من حال بد از بوی این آدم اینقدر بدم میاد. جورابش رو حلقم، جورابشو کرد تو دهنم بست که تو ماتیک خریدی یا ماتیک داشتی یا ماتیک فلان، که ما کرده و نکرده رو اعتراف کردیم. کات من در اتاقو باز کردم، یه خانومی که اتفاقا متأهلم بودن، شاگرد رزمیش بودن، رفتم توی دیدم پای خانم اینجای بابای پریاست. منم شربت برده بودم تو، خب شوهرم بود، لجم گرفت، کوبیدمش زمین، اومدم بیرون. خانم دوید گفت سوغر اشتباه نکن، سوغرش میترسیم به شوهرش بگم من این ورزش عمل، واقعا شاگردش بود شاید، ولی یه لباس جذب، لباس فول کنتاکت پا اینجا. من اومدم بیرون، جیغ جیغ کردم، داد و بیداد کردم. این اومد، موهای من بلند بود، بس به بند بارفیکس به این خانم گفت برو تو ماشین تو من بیرون. تا این خانم رفت، این موهای من بس به بند بارفیکس، دستای من دوباره از پشت اینطوری بست، رفت که این خانم رو برسون. رفت فکر میکنم 7-8 ساعت بعد اومد، ولی 7-8 سال بر من گذشت و مجبور شدم تو خودم ادرار کنم، چون حامله بودم. حامله بودی؟ 7 ماه بود. برگشت، تازه خودم باید پاک میکردم، یه کتکم سرم خوردم. باز 2 مرتبه 8 ماه هم بود. یه روز در خونه رو وا کردم، تو در رو وا کردم، با کله زد تو صورت من. ابروی من 8 تا بخیه خورد. بعد یه صورتم داغ شد. من بردم بیمارستان که ابروم بخیه کنم. 8 ماه هم حامله بودم. داییم اومد رسید بیمارستان، دستاشو انداخت، من یه دونه دایی داشتم، اینجوری تو چشمای دایی اینجوری جلوی خودم جر داد. دایی تو؟ داییمو که شما کجا بودین اون وقتایی که این تو خیابونا ولگرد بود؟ تو اینها رو به خانوادت منتقل می‌کردی؟ مگه قبلش صاحب داشتم؟ مگه بر کسی مهم بود؟